اصلی وطن میں جنت پرچہ ہزار نعمت نیک بد حمود راحت جنت سراسر رحمت نیک بد حمود راحت جنت سراسر رحمت. من عاشق وتی کون و مکان ہما دشت و ہما ریک و ہما سیاہی گیدان ہے. شروع کنین گون اللہ ہے مہربان و بخشو کے نامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزین گندو کو چارو کان ہر جا کنشتے درا و سلامت و سربرز و صوبے بیت شمع درائی و سلامتی میں واحگن تو میں لوٹا گشا رب درگاہ شما وتی بلوچی پروگرام شاہ افغانستان ملی تلویزیون ود گندا گندو کو چارو کست ولوٹی کے مروچی پشما ای پروگرام درستی کنی که ای پروگرام چی پروگرامی است. ای پروگرام مشبه پیسر پروگرام تو اینکین نام دارید. اینکین امار از که شما زانید که چجیم معنی دارید تو اینکین چی آگوشند. اینکین مشبه جاو نپاد آگوشند. اینکین دوار آگوشند. اینکین گسا آگوشند. اینکین اما چیز انتا که مشبه دارن حسن محبتی دارن. اینکین اما چیز انتا که انسان پیسر اندو جا انتا. بعض شارستون که مروچی گونشما بی پروگرام هستنو و بی پروگرام تا مشما عزیزین میمان دارن که میوشمه لوٹگا منتا باز باشی واجا منتوار هستن. مروچی وتی بلوچی پروگرام تا پیسر پروگرام تا گونوات واجا آزده یایی استمان زانت و جامع شناسا گونوات دارن. روان گونشما گون واجا مروچی پروگرام دیما برن. و وعده پروگرام برادر بی که شما تا گرد سرا گون هماوتی بلوچی پروگرام دیما برتو گندو بیت. سلام علیکم جان. سلام علیکم. منتارو که میں لوٹگا منت تو بی بلوچی پروگرام هات تو مارا قدر و قیمت داتید. سلامت به علی جان. سلام پتایشین. سلام به موچ از مشکونه کان گوشین از این چارو کن. انشالله هر کجا هستند سلامت و جان دروایی و بین. من بشمی خدمت هستم و باز من نتوارم شیء که ای وقت وعده را جوانت کردن که تا بتوانین بیاین یک چند خبری که اگر من زانین آن را گندگه مشمی استمان پهک افغانستان نه بلوچ مردم به خاطر همارا که زانین بلوچ مردم باز ش تفکر ش تاریخ ش باور باز گنی هستن. هر چیزی که به وقت لوتی به دیگه کسام لوتی. من نتوارم علی جان شای که یه پروگرام جوانت کردن و منت یهتین که من یهتو نیدن گوش ما بردین. بیت خدمت هست. مارا وشنا کرد تو وشنا سلامت به. پیسرا لوٹن کی مروچی لوگے بارات ابردین اینکین مروچی ماشما پروگرام دارن که اینکین تو لوگ انتا باز معنی جوانه وشین شد داری. پیشی بارا پا ما و پا عزیز گندو کچارو کنه اینکین درستی کنید. که اینکین چی تو لوگ چی باشه. یقینا. علی جان همارا که زانین به بعضی شایع کلمات و جاگهان انسان اگر خبر دانتی نزانن که آیی حق و حقوقی که داری آیی ادابی یا نه ولی انشالله تلاش کنین که شی حق و حقوقی که به لوگ چین به بارا گشتر خبر دین. علی جان شا جغرافیایی اگر گندین لوگ یک جغرافیایی گواندوکن که میشمی پیروک بلوک ماس پیس براس گوار شان یاوان به یک جغرافیایی که حد و مرزان تعیینن و یک سقفن ش طبیعی حوادثا ش دیگه چیزان آدان چه کن دیمگریه کن و توانین گوشن که یک جغرافیایی جایند ش معنوی وارا اگر خبر دین آمزانین دیما شایی که برین پداشه سوالا دیگه خبر و تالی داری ش معنوی وارا مدنی وارا حقوقی وارا جامعه شناختی نزانین روانشناسیشان پاک گون هم دیگر انشالله خبر یدین. من فقط همین کس لوتین گوشین که لوک همه یک جغرافیای گواندو که جایند که میشمه استمان که همه گس یا خانوادهی که میشمه گوشین آوان روان آدا زندگی کنن و وقتی زندگی آرا دیمه برن گو یک عزتا گون یک حریمه اولین گامی که زندگی کنن. بله و به همه بارا حریم حتی لوتین گوشن که یک جاگه محرم آیند. آسین چیزی خاصه. هر کس نتوان بیاون و آدم بردن مگر ای که شما یک روابط داشته بین. حال روابط ایشی نه که حتما هونی و نسبی بیان. نه. سلام علیک. محبت. انسانیت. مهمانی. یک روابط تا. و لوگ
به هر جغرافیا تفاوت داری. به شهر یک نوان، به روستا دیگه، به خاطر که دو بیدگاه هر جاگی تفاوت داری. نه من لوتین ایدان چه یک عالم و دانندگان که آیی نامه را شوتی و هوشا برتگون به وتی هوشا ندارین، لوتین گوشن که شهر وعده که کسی به یک لوگ زندگی کن یا حتی به کوچه خیابان هر کجایی که تا وقت فکر کنین یا از این چاروکان فکر کن به شهر زندگی کنو کلی جان هر چیزی دلیل لوتی، حتی سلام یک نیمون بانه لوتی یک بانه لوتی صحیحاً. ولی به روستا ولایت یا همه ولسوالیان این خبران نه علی جان، هیچ دلیل نلوتی. سلام ده سلام و علیکم السلام بریم میگسا در خدمتون یه رگارک هیچ مشکل نداره. یعنی انتوش یک پارکی است شهره بله الکومیتا گنی بله 100% شفرکانین و شیر علی جان من زانین که کسانی که مشمیرا گندن پروگرام آزانن که ما چشین من انشالله اطمینان داریم که آوان هم به روستا زندگی کرتگن هم به شهرها. باز گشتر به بارم شما خبریه دیم باشون. بعض شلتن دیگه جستش واجه دارن که کهول چی باشید یا ما اصطلاح مروچی دریه یا فارسی لهجه گوشید زبانه که خانواده چی باشید. بله. ایشی باره مدرسی که شکوجا شروع بیت تو چی واگوشن. اما شکوجا آغاز بودن این خانواده. من وقت فکر به این باور هستم که شی یک نیاز به انسان بودن. وعده که علی جان انسانشین هم مردین زگ در برگیری هم جنین زگانه. جنین زگ و مردین زگ هر دو نیاز همدیگه را چه کن مرفوع کن به بارا. یه رگ نتوانین گوشین که حتی همه فلاسفه یک باور داری گوشی که جز لاینفک یک دیگه ناین، یعنی جدا نبین. حتی میشمه اگر دو بیدگی وقتی دین مبین اسلام آرم گیندین گوشید که چه کنی دو گونه یک دیگه را وقتی ایمان را تکمیل کن. ایمان درستن؟ بعدشون نامشتگی ایمان. بله ایشی پچی علی جان یه رگ بوده به خاطر بودتگن که شان گونه یک دیگه را نیاز داری. هیچ کس کسی دیگه را برتر نه مگر به تقوا. ولی شان نیاز یک دیگر را بودن، شه عاطفی، شه احساس، شه خبردهیو، شه حتی مشوره. علی جان تا اگر گنوت فکر کنی یک نتیجه گرسه، تا اگر گنوتی ماسا، گنوتی پیسو، گنوتی سنگت، استاد، گن کسی که به تو معتمدن اعتبار باید داره، شما توانین چون دانک باور گیرین زنی؟ گسا خانواده هم همه رگن. اما علی جان ما باید سرپت بین که خانواده تعریف یک حوزه نتوانین خبر دین. دیما شیک ممرین خبر دین یک مقدمه شوتی خبر رو به تعریف بارای شانشین انشالله رین یا برگردین به وتی تعریفه. این خبرانی که میشمه دین شان اجتماعی هن، علوم اجتماعی هن. علی جان پته یه را گوشین و از این چاروکانم سرپت بیان که به علوم اجتماعی ها هیچ تعریف مطلق نه. پچه؟ پی خاطر هر کس هر چیزا وتی تعریف را داری وتی نظر را داری. زانه چهشن علی جان؟ نظر و نظریه گونه هم دیگه را فرق کن. نظر شخصی نظریه تو هن عموما و هر کس نظریه نتوان بدندی. امکان داری به موچ آسیا مشما یک نظریه پرداز نداشتک بین تسه کن چین کسا بری توین. اما تو وتی نظر را داری ما وتی نظر را داریم یکی دیگه وتی نظر را داری و هیچ نظری غلط نیست. به چه خاطر؟ به خاطر که این نظر شخصی هست. زانتید به همین بارا من لوتین شا تعریفی که گوشین ایشین که من لوتین که یکیش چیزانی که به مشمه زندگی حتی بشر باز کرزین اهمیت داری دینند. مشمه زانین که دین مبین اسلام تو و تمدن سازی دیناین. درستن؟ به همه بارا دین گوشید که خانواده چون تپراد یک جاین ولی دیماشه که یک جا بیان شان ازدواج کن.
ارزش و تعهد کن گون یک دیگر و پدا ششی شان شخصیت، حقوق مدنی و حتی توانین گوشن که مثلا باور تعهد موچا به یک دیگر را چه کن؟ تعریف کن. من پیسون تماس ایشی چوکن، شی گوارن، شی بلوکن، شی پیروکن. ارگو جام جتا درستی. بله. و هر شان دین مبین اسلام ها که گوشی تعریف هاشین که هر کجانشان شخصیتی وقت را داری، حقوق مدنی وقت را داری و یک چیزی که با جوانین ارزش داری زنه چه نلی؟ شان روابط عاطفی هن. زانه وعده که شما گوندوک برا ساره اگر یک کسی بجنین نزنین آسیب رسن شما چند که عصبانیه بی؟ به چه عصبانیه بی؟ به خاطر که شما چه دارین؟ عاطفی روابط دارین. یک ارتباط اونین دارین. درستن؟ اما تعریف روانشناسی خانواده شی را گوشین که چی تعریف یا معنا دارید. شما هر کجا که بروین یک جاگه شما ذهن و فکر و روان شما دل آرام بی. کجان؟ شما گساین. خب گس کجان؟ ای دیوار رو نزنین، سقف و تلویزیون و چاردانک نزنین، فرش آدانه اینشان شما را آرام کن؟ نه. گس همین منظورا شما خانواده، شما ماسن، شما بلوکن، شما پیروکن. همین که گوش علی جان هر کجا هستین مثلا برای ترجا سبز بیه ایشی روان آرام کن. روانشناسی به این بارا گوشید که خانواده جاگه این که شما آدان روانی آرام بین، احساس حرامش داشته باید و جای توانوتی آبا رو درده پیش کنن. علی باور کن من وقت باز ششی تجربه داریم. شما هر کجا بروین آرامش ودیه نکنین که به وطی گسا آرامش ودیه کنین. من باز گنوات فکر کن پچی آرامش یدن ودیه کنین به یا خاطره که شانی یک توفق الهی این بمشمه ها. این که شان شما رو درک کن هیچ کسی دیگه نتوان کن. من تی سنگتون مثلا نه تا اگر خدا مکن یک مشکلی داشته بیا من گوش من تر گوشن انشالله الله مهربان تو حل کن، بیشک حل کن. ولی عاطفی بارا من تر نتوانین آن کس درک کنیم که شما خانواده شما رو درک کند. حقیقت یک اعتبار، یک سرمایه اجتماعی حتی لوتینگوشن که خانواده اند. اعتبار اجتماعی زانی علی چین یک باور معنوی اند. شما همین که برای به بازار، به شهر، به هر کجا که تروی شما رو مثلا گوشن که خبرنگار علی، استاد علی زانی شما باز خبرین. بعضی چیزان لمس نبی نتوانی بگیندی ولی باور کنین آوان سرمایه معنویه. همین که اعتبار داره زنه چشن همین که تو یا به منی مثلا گسا یا نندی من اعتبار داریم. علی اگر تا اعتبار اجتماعی نداشتک به تر هیچ کسی به وقتی گسا راه ندندی. اعتبار اجتماعی که وقت یک سرمایه معنوی اند که پتا داتا خانواده داتند و همین دانگوشن که الله میشمه موچ خانواده که دارین انشالله همین رگ معنوی حفظ کنه. باور کنه علی معنوی حفظ کنه که با جوانین هبرین. دیگه جوسی است که لوگ به چون باره تقسیم بوده یا چون باره بوده مشما هم شهرین دارن هم مال کمیتگین دارن بی باره ما بیت گوش سرپایی دارن پچه نه علی جان شی باز فرق کن تعریفان. اگر شما معیشتی وارا گندین گسا به سه دستگه بین شهری، روستایی و عشایری که تو این گوشن عشایری من کمک کن علی جان امی که کوچی تو شاید جا دیگه جا مدام جای پدا سکودا به موسم یا همه فصلات تغییر دادن حالا چرا آب پدا 100% زانی به باراشان هر کجان کار کردی فرق داری. ای بارا را یک کم که بروسکوین یکش جامعه شناسایند و از این چارو کن اگر لوتن که کتابم بوانین مبانی جامعه شناسی بازشان به ادبیات باز روان به مشم سرپده کن که چه گوشیم. واجه علی
گسا اگر گندین همی خانواده را تقسیم بوگی بارا که مشمه کورتین یکی شهرین به شهر علی جان کسانی خانوادگی گشتر موفقن که آوان باید مهارتانی عصری باید داشته بین، مثل زبان، مثل نزنین کامپیوتر، مقاله نویسی، مطالعه آزاد، دیگه فنانی هند که باز تجارت حتی شان باز تأثیر یلی. اما به روستایی کسانی که گیشتر البته با حفظ احترام به موج کسان شی هبران نه این که خدا مکن کسی گوشن که هنو من به شهر من باید افتخار کنین کسی که به روستان شیب گوشن نه دیگه من یه نه تعریفانی این که آلو و دانندگان یک درستی کنه بله که درستی معلومات برکو تو پیرش معلوم 100% و کسانی که به روستا از زندگی کنالی جان آوان و تی درآمد و یا هم اقتصادی وارا چرخه را چون کادیم برن آوان شا کسانی هستند که باید اولاد گیش باید داشته باید زنی دیگه مش من موچه هم آدم بوتگین دیگه مش می بلوک و پیروک و همه کومسیادن هم آدم بوتگن و آدم باید و باید کوی باید مردین زگ گهترن بیاتره که آمان توانن گیشتر کشاورزی کشت و کارکنو که وارا گیشتر باید بکنن و عشایری هم شما مالداری و فصل و موسم و سبزه و کوه و دشت و ششان وتی چیارا دیما برن شیشه تعریف های اقتصادی بودن علی جان باز وشونو کتوک نبرسند اما سه تعریف دیگه که سه قشر دیگه این که ما ایگسان شاید اقتصادی بارا ما خبر دادن هناشانه من به سه دانه دیگه تقسیم کنیم همین گسا را شه هستهی بارا خبریه دین گوند گوشید که وقت بگرد سرانه پچه نه یکی ما خانواده هستهی داریم که امکان داری یک زک پیس ماس بی یکی خانواده گسترده داریم که آوان گیشن زنه تی براس تی ماس تی بلوک تی پیروک شان موچن و یکی دیگه این که خانواده ناقصه داریم شان کسانی این که به یک تصادمی بارا به نزانین یک حادثه طبیعی یک کسی شهوتی اعضای فامیل را خدا مکن دست داده یا مرته شی دنیا شده شی خانواده چین ناقص خانواده منتوار هستن باز کتوک نبر هستن تو دیگه بعضی لاتین سوال ما هستن جوستن که باید بوتینند موجود کنن کوشش کنن که تو آنم هایوکن برنامه نوتیانا واجه هزده یا استمان زانتا جامعه شناس بلوت ہوتی پروگرام تا مشما باز کتوک نبردن این مروچی پروگرام یک پی سر پروگرام تو اول سر پروگرامت که واجه لوټه ما لوټه منت بعد منتوار شي و لاتین سوال دیگه است وقت گما یاری نکتو مار کنه که ما تو ان دیما علی یه رقم بی که مثلا شمی و از این وشکنو کان گوشن که شی چن که خبر یادن تی من موچم معذرت لوټین اگر باز خبر نه منتوار شما که ما لوټه مرچ منت سلامت به اگر ګډ سره ګوندینو خبردار چیز در پیش کنید که ما شما خدا بیزیه دیگه وقت بعد کم من اگر سره وتی پیام دید بله علی جان من یک چند خبری لوتین به پیام قالب گوشن شن که بعضی چیزان که دارین آیه ارزش را نزانین پدایی که آوان شواتی دستا بدین باز دانین که شان چند کس با ارزش بودن یک شای چیزان پس و ماسن علی شیر وحده ما زانتون من وقت زانتون شیر می تجربه شخصی این که می ماسا وپاتش کن آمین من زانتون که شان چی نعمتی شان موچ کسانی که همی پروگرام اوشکو تکنن من لوتین گوشن که وطی کدر پیس و ماسا را بزانین که آوان باور کنین شا گنجینانی هند که موجوداتی هند که دیگه تکرار نبی همین کس ما هم دعا کنه که ها کسا که وتی عزیزان شده داتا گن تا ونجا گلباغ بی تو بهشت جنت بی تو که دارن ته شمرش باز بی تو ان قدر قیمت زانن عزیزان گندو کو چارو کان نشات مهش بلوچی پروگرام ته که این کینه پروگرام تا امید که شمار دوست پسند بوتک بی تو وقت و ساعت در گما یاری نکن که پروگرام گشتر دیما بر ولی جودا کنن که هایو که نفتگا و هایو که روچان ای پروگرام گشتر دیما برنو جوان جوانی کټو کن پیغام پشما پیش دارن وقت بگرد سرارستا از ملوٹین اللہ شمع ساتوک
الله.